خواست یکسان کشورهای جهان، کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند. نگرانی ارگان‌های امنیتی آمریکا از خطر امنیتی طالبان به خاک این کشور. FBI میگوید که طالبان برای امنیت ملی ایالات متحده تهدید هستند. وعده برنامه جهانی غذا برای همکاری دوامدار به مردم افغانستان. در زمستان پیشرو هر ماه به 15 میلیون تن در افغانستان کمک می شود. افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان. در حمله تحریک طالبان پاکستان 6 تن از نیروهای پلیس این کشور کشته شدند و رهبران گروه 20 خواهان توقف جنگ در اوکراین شدند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به خبرنگاران گفت که نمایندگان همه کشورهای شرکت کننده در نشست مشورتی مسکو خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند. زمیر کابولوف تاکید کرد که همه از تشکیل هر چه زودتر حکومت فراگیر در افغانستان قوی حمایت می‌کنند. آقای کابولوف گفت لحن همه سخنرانان 100% یکسان بود. همه ما وضعیت افغانستان را یکسان می‌بینیم و همه ما به صراحت از تشکیل زود هنگام حکومت با حضور همه اقوام و جریان‌های سیاسی در این کشور حمایت می‌کنیم. نماینده روسیه افزود اکنون سوال این است که چگونه می‌توان به این امر دست یافت. او تاکید کرد که طالبان باید رویکرد کشورهای دوست را در نظر بگیرند. هرچند روسیه و کشورهای شرکت کننده چنین خواست خود را تحمیل نمی‌کنند. با این حال آقای کابولوف گفت که رویکرد کشورها خواست ساده است که در هر کشور قابل قبول است. این دیپلمات روس تصریح کرد که اگر طالبان حکومت فراگیر تشکیل دهند امکان رسیدگی عملی نه شعار به دیگر مسائل وجود خواهد داشت. نهادهای مسئول امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفتند که تسلط طالبان بر افغانستان به خشونت و شرایط بد انسانی کمک کرده و برای امنیت ملی آمریکا تهدید ایجاد کرده است. فاکس نیوز گزارش داده است که رهبران FBI و دفتر اداره استخبارات ملی آمریکا روز سه‌شنبه 15 نوامبر پس از نزدیک به 15 ماه تسلط طالبان بر افغانستان تحقیقی را به کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند که نشان می‌دهد طالبان به امنیت ملی آمریکا تهدید هستند. کریستوفر رای رئیس FBI گفته است که این نهاد در مورد تسلط طالبان بر افغانستان همچنان نگران است. رای خاطر نشان کرده است که هدف سازمان‌های تروریستی خارجی مانند القاعده، داعش و وابستگان آنها در سراسر جهان اجرا یا الهام بخشیدن به حملات گسترده در آمریکا است. کریستین ابیزاید مدیر دفتر مرکز ملی ضد تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا گفته است که یکی از شاخه‌های القاعده در افغانستان همچنان قصد دارد به منافع آمریکا ضربه بزند. ابیزاید افرادگرایی خشونت آمیز را هنوز هم تهدید برای غرب دانسته و گفته است این امر میتواند با وخیم‌تر شدن شرایط انسانی در مناطق مانند افغانستان، سومالیا و یمن کمک کند. ابیزاید همچنان افزوده است که اکنون به نظر میرسد که شاخه خراسان داعش به فعالیت‌هایش در خارج از افغانستان نیز روی آورده است. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اکنون چندین مقام و نهاد ایالات متحده از خطری که ممکن است طالبان به این کشور و کشورهای دیگر ایجاد کنند هشدار دادند. برنامه جهانی غذا از کمک‌هایش به نیازمندان افغانستان در زمستان پیشرو خبر داده است. برنامه جهانی غذا سه‌شنبه شب 24 اکرب در توییت نوشته است که اخیراً به 2000 خانواده در نقاط دوردست ولایت بدخشان مواد غذایی 5 ماهه آنان را کمک کرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرده که مصمم است تا نیازهای نیازمندان افغانستان را پیش از رسیدن زمستان مرفوع سازد. این نهاد مربوط به سازمان ملل متحد همچنان گفته است که در نظر دارد در زمستان پیشرو هر ماه 15 میلیون تن را در افغانستان حمایت کند. برنامه جهانی غذا در حال است کمک مواد غذایی به 15 میلیون تن در هر ماه خبر می‌دهد که بخش‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از زمستان سرد و دشوار در این کشور سخن گفتند. تحریک طالبان پاکستان گفته که در حمله اعضای این تحریک بر نیروهای پلیس پاکستان 6 تن از این نیروها کشته شدند. بخش رسانه‌های تحریک طالبان پاکستان یا TTP با نشر خبرنامه‌ای گفته که این حمله بامداد روز چهارشنبه 16 نوامبر در منطقه لکی مرود بنو انجام شده است. رسانه‌های پاکستان نیز از وقوع این حمله بر نیروهای پلیس این کشور خبر دادند. مقام‌های حکومتی پاکستان و وزارت داخلی این کشور این حمله را نکوهش کردند. حملات TTP بر نظامیان پاکستان پس از آن شدت گرفت که مذاکرات دولت این کشور را تحریک طالبان پاکستان با میزبانی گروه طالبان در افغانستان بی‌نتیجه پایان یافت. رهبران گروه 20 در بیانیه پایانی نشست خود ضمن محکوم کردن روسیه بابت جنگ علیه اوکراین خواهان توقف این جنگ شدند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 16 نوامبر این موضوع را گزارش داده است. در بخش از بیانیه پایانی نشست گروه 20 در بالی پایتخت اندونزیا،
با اشاره به جنگ اوکراین آمده که قوانین و حقوق بین المللی باید محترم شمرده شود و تهدید به استفاده از سلاح اتمی غیر قابل قبول است. در بیانیه آمده است بسیاری از اعضا جنگ تجاوزکارانه غیر قانونی، غیر قابل توجیه و بی اساس روسیه علیه اوکراین را به شدت محکوم کردند و خواستار پایان جنگ شدند. سران گروه 20 همچنان از احیای توافق غلات میان روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد استقبال کردند. بر بنیاد بیانیه گروه 20 جنگ اوکراین به اقتصاد جهانی آسیب زده است و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو متناسب با شرایط به تنظیم سیاست‌های پولی سختگیرانه ادامه می‌دهند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز که برای شرکت در نشست گروه 20 به اندونزیا سفر کرده بود، در اظهارات هشدارآمیز گفته است واقعاً حیاتی است که از تشدید جنگ در اوکراین جلوگیری شود. این بیانیه در حال صادر می‌شود که بر اساس گزارش رسانه‌ها روز گذشته روسیه شهرهای مختلف اوکراین را هدف حمله‌های موشکی قرار داده و برخی حملات هوایی نیز انجام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این حملات را واکنش به انفجار سازماندهی شده توسط کیف در پل کریمیا و سایر حملات علیه امکانات غیر نظامی کشورش خوانده است. در این زمان در ادامه کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره این کشور خواسته است که طرح 37 میلیارد دلاری کمک اضطراری به کیف را تصویب کند.